صبح روز 17 مارس شنبه در ورزشگاه مرکزی ناحیه وسه ان همین طور مشق دسته‌جمعانه ورزشی گذرانیده شد. این آدمان ورزشکاران کسبی نبوده رهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها میباشند. با دعوت بخش کار با جوانان و ورزش بخشیده به جشن بین المللی نوروز در این ورزشگاه به هم آمده در مشق دسته‌جمعی ورزشی اشتراک دارند. طوری گفتند ورزش شخص را به طرز حیاتی سالم رسانیده رشد سالمی جامعه با آن وابستگی کلان دارد. هر نفری که در این ورزشگاه مشق و تمرین می‌نماید با این نقطه درست سرفهم رفته ماهیت آن را به خوبی درک نمودند. طبق دستور رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن نوروز بین المللی در قطار دیگر شهر و ناحیه‌ها در ناحیه وسه با اشتراک ساکنان ناحیه دوی نوروزی هم در سطح بلند دایر گردید. در دو نمایندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 بیمارخانه کسالی‌های پوست و زوروی و کارخانه واحد دولتی آب نوشاکی صاحب جایهای افتخاری گردیدند. اشتراکچیان ویلا ماراتون بخشیده به نوروز جوانان هستند. غالبان این چهاربینی‌های ورزشی روز جشن نوروزی جوانان ولایت ختلان که در ناحیه واسه برگزار می‌گردد از طرف ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت با توفیق‌های خودروی قدر کرده می‌شوند. در شهر خوجند فرمایش محصولات خوراک‌اثر و لباس‌ها حتی دستگاه‌های تکنیکی از قبیل نوتبوک و پلانشت و تلفن‌های موبیلی به یک تجارت خوب تبدیل یافته است که این یک وسیله معرفی مال و محصولات میباشد. پیکسل یکی از مغازه‌هایی که طول 4 سال اینجانب خرید و فروش دستگاه‌های تکنیکی را طریق اینترنت براه مانده است. مال این مغازه را نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه از روسیه نیز فرمایش می‌دهند. صاحبکاران میگویند پیشنهاد مال و محصولات طریق اینترنت تا جای راه نوی تجارت را باز کرده است. فخرالدین کریمов تاجر مغازه دستگاه‌های تکنیکی پیکسل میگوید از آنها اساساً نوتبوک و پلانشت و تلفن‌های موبیلی را طریق اینترنت خریداری می‌کنند. مبلغ گذاری با اصول غیر نقدی صورت گرفته مال فرمایش‌ده رایگان به فرمایشگر دسترس کرده می‌شود. در تاجیکستان حالا نه آنقدر خرید و فروش مال و محصولات طریق اینترنت رشد کرده است، اما مالکان شرکت و مغازه ها میگویند این اصول خوب و آسان تجارت است و دوام 2-3 سال اخیر نو به این بازار وارد شده ایستاده است. زیرا شهروندان کشور نیز حالا نه آنقدر از چنین اصول تجارت آگاهند و یا آنکه راههای فرمایش دادن را نه چندان خوب میدانند. گروهی بر آن عقیده هستند که تجارت مال و محصولات طریق اینترنت فراوان جاری شود تا اینکه به مغازه نرفته از خانه ایستاده فرمایش دهند. در شبکه اینترنت نیز ده‌ها سامانه شرکت و مغازه‌های تجارتی فعال شده است که اساساً نمونه مال و محصولاتشان را پیشکش میزاجان گردانده است. مال و محصولات به ذکر نرخ اصلی در سامانه‌ها جایگیر شده، فرمایشگر به طور انتخاباً آن را فرمایش می‌دهد. این یک راه نوی تجارت اینترنتی بوده بنا به گفته صاحبکارانی سوق نو به این بازار وارد شده است. در پرتو دستور هدایت‌ها و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رهبریت و کارمندان کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در عرفه استقبال نوروز خوجستپای دل و دیده و خاطر باشندگان خانه اینترنت کسالی‌های روحی ناحیه وسه را شاد و بالیده گردانیدند. برای 220 نفر باشندگان این مؤسسه کمک نوبتی به مبلغ زیاده از 55,000 سومانی رسانیده شد. کمک رسانیده شده اساساً از مواد خوراکه و شیرینی‌های گوناگون نوروزی، کورتاهای تابستانه زنانه، کت خواب، عربچه معیوبی، جای خواب، رخت خواب، قالین و دیگر مواد و محلول‌های شستشویی عبارت بودند. همین را باید قید نمود که در پیروی از سیاست بشردوستانه دولت و حکومت تحت سروری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری شخصان احتیاجمند و بی‌پرستاران و نفران امکانیتشان محدود، نفران سخاوت پیشه به عملهای خیر و ثواب دست میزنند. در این خانه اینترنت این حمام زمانوی با دستگیری صاحبکاری محلی مطابق به طلبات زمان معاصر مجهز با مبلغ 200,000 سومانی ساخته شده همچون تحفه نوروزی در عرفه نوروز برای باشندگان خانه اینترنت پیشنهاد کرده شد. در این روز مبارک از جانب کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای باشندگان خانه اینترنت دسترخوان نوروزی آراسته گردید. اینچنین برای خوشنود گردانیدن خاطر آنها برنامه کنسرتی تهیه و پیشنهاد کرده شد که برای باشندگان خاطرمان بود. مسابقه والیبال بین جوان دختران در ولایت سوخت شروع از 13 مارس آغاز گردید. در مسابقه 8 دسته بهترینی شهر و ناحیه‌های استرافشان، اشت، جبار رسولوف، باباجان غفورов، ویتامین، کنی بادام و مسجد بین هم قوا آزمایی میکنند. مسابقه والیبال بین زنان سنه 16 مارس انجام یافته دسته غالب به دسته یکچینی ولایت سوخت شامل میگردد و در دور جمهوری اشتراک مینمایند.
امروز 14 مارس در روز دوم مسابقه دسته کالج طبی ناحیه باباجان غفورов و کالج طبی استرافشان بین هم مسابقه کردند. دسته بانوانی والیبال بازی کالج طبی ناحیه باباجان غفورov سال دوم است که در این مسابقه اشتراک میکند. سرحد غنیف سرمربی دسته باباجان غفورov گفت که دختران این دسته مهارتی خوبی بازی را دارند. دسته استرافشان سال 2012 تشکیل شده. سال اول در مسابقه جمهوری والیبال بین بانوان جای چهارم را کسب کرده بود. در سال 2017 دسته استرافشان در مسابقه والیبال بین کالج های جمهوری جای اول را به دست آورد. مسرور یعقوبов سرمربی دسته استرافشان میگوید رقابت دختران ورزشکار دوامی 2 روز خیلی جدی صورت گرفته ایستاده است. مدحیه فیضова ورزشکار دختری 30 ساله از خردی به نمود بازی والیبال مشغول است و تا امروز در یک چند مسابقه های والیبال بین بانوان در سطح شهری و ولایتی اشتراک نموده است. حالا او به حیث آموزگار در کالج طبی باباجان غفورov کار میکند. مدحیه در امسالینه مسابقه ولایتی شرکت ندارد ولی برای دستگیری دختران به تالار آمده است. هواداران بازی والیبال زیاد بودند که اکثر آنها دخترانند. اینها برای دستگیری دوگانه های خود به مسابقه آمدند و میگویند روی آوردن بانوان به ورزش فالینک است. دسته غالب به تیم یککچینی والیبال بازی ولایت سوخت شامل میگردد و از سنه 28 مارس تا 30 می در دوره جمهوری مسابقه شرکت خواهند نمود.